درسی بچه برید تکید ذا استاد بلند بسم الله الرحمن الرحیم. درس برنامه تایروید جوینت برنامه غده درقه گفته میشه. از شکل باترفلای داره. باترفلایش رو میشناسید؟ شاپرک نیست، میگرده و شکلی رو میداشته باشه. اینجا استخوان ساختمان تراخیه است. که دو لوب ساخته میشه ازش. یک شبران رایت لوب است، در واقع این ساحه را به نام اسموس میگه که امو دو لوبش از بوده تایروید یک جای کرده به نام اسموس میگه. هورمون‌هایی که تولید میکنه او بسیار مهم است. هورمونز که تولید میکنه او بسیار مهم است. اول هورمون برای T3 میگه. T3 برای سه اتم آیودین بالایش چسبیده. یه برای تنگیسی یاد میکنه نامی شکلش چیه؟ این غدوات که هستی چهار این در خلفش هستی خراب دیگه دیگه نمیدونه. یعنی اینی بالای غده بچی بالای تراخیا صحیح و طرف راست و چپ دو لوب داره با توسط اسموس یعنی شده یک هورمون دیگر هم برمی کنن کالسیتونین که او سیوم است برمی کالسیتونین در ترکیب خود 4 اتم آیودین داره. T4 یا ترای آیودین بهش میگه. ترکیب خود 3 اتم آیودین داره. چی آیودین داره؟ تاثیر آنابولیک داره و در نشو مواد زیاد نشو داره. متابولیسم مواد مختلفه. یعنی متابولیسم در بدن که انجام میشه کنترلش توسط T3 و T4 میشه. و نشون بدن که صورت میگیره این توسط وقتی متابولیسم شد متابولیسم بعد متابولیسم نشون ما به شکل درست صورت میگیره. این هم تنظیم غذایی خون کلسیم اندازه کلسیم نیست این تنظیم میکنه یعنی تنظیمی در متابولیسم رول داره و در نشو نمای بدن یا اعصاب رول داره و در خون اندازه کلسیم کنترل میکنه. هر وقتی که اینی فرصت برهم یا فعالیت غده تایروید زیاد میشه یا فعالیت غده تایروید کم میشه. اگر زیاد شد برای هایپر تایرویدیسم میشه.
خب گوش کنید خدا شما را زد آبای ویدیو کافاست. تایروید گلند یا بوده درکه برش میگه. صحیح؟ بوده درکه ای اصلا بالای تراخیا قرار داره. این تراخی است بالایش بوده درکه قرار داره. یا دو رایت لوب لفت لوب توسط یک تراخی است برای اسموس یک جای شده. این رایت لفت لوب بالایش از آن خود سه هورمون افراز میکنه. یک T3 است، T4 است و کالسیترول است. T3 به معنی تایرویدین برش میگن و T4 به معنی تایروکسین گفتن میشه و کالسیترولین تنظیم اندازه کلسیم خون رو داره. این دو کار چیکار میکنه؟ متابولیسم بدن کنترل میکنه و نشونامای بدن نیست، نشونامای بدن این تنظیم ذات و این تنظیم اندازه کلسیم در خون هم میکنه. وقتی کلسیم در خون زیاد شود او را کم میکنه. پس اینی کارایش هست اونا بود که ممکن خلاص. پس اینی غلظت خون یعنی غلظت کلسیم تنظیم میکنه. یعنی اگر زیاد باشه زیاد شود در خون اندازه کلسیم تنظیم میکنه. کمش میکنه.